اگه شما هم مشکل کبد چرب دارید، در این ویدیو میخوایم 10 دلیل کبد چرب را خدمتتون ارائه کنیم. با ما همراه باشید. کبد چرب زمانی رخ میده که چربی بیش از حد در سلولهای کبدی تجمع پیدا کنه. این مشکل میتونه به دلیل عوامل متعددی ایجاد بشه. با ما همراه باشید تا این دلایل را بهتون بگیم. اولین دلیل، چاقی و اضافه وزن. چاقی یکی از عوامل اصلی کبد چربه. تجمع چربی در بدن به ویژه در ناحیه شکم میتونه باعث رسوب چربی در کبد بشه. انسولین و دیابت نوع 2. مقاومت به انسولین باعث میشه که بدن به درستی قند را متابولیزه نکنه که در نتیجه چربی اضافه در کبد ذخیره میشه. دیابت نوع 2 خطر کبد چرب را هم افزایش میده. دلیل، کلسترول و تریگلیسیرید بالا بودن چربی های خون به ویژه تریگلیسیرید با افزایش احتمال تجمع چربی در کبد مرتبط. چهارمین دلیل، رژیم غذایی نامناسب. مصرف زیاد چربی های اشباع، قند و نوشیدنی های شیرین مانند نوشابه ها میتونه به کبد چرب منجر بشه. مصرف غذاهای فراوری شده و فست‌فودها نیز خطر این بیماری را افزایش میده. پنجمین دلیل، مصرف زیاد الکل آسیب زیادی به سلولهای کبدی وارد میکنه، در نتیجه موجب تجمع چربی در کبد میشه. این نوع کبد چرب به نام کبد چرب الکلی شناخته میشه. دلیل، فقدان فعالیت فیزیکی. کم تحرکی و زندگی نشسته منجر به افزایش وزن و کاهش متابولیسم چربی ها در بدن میشه که خطر کبد چرب را افزایش میده. ژنتیک و سابقه خانوادگی. اگر در خانواده سابقه کبد چرب یا بیماری‌های کبدی وجود داشته باشه، احتمال ابتلا به کبد چرب بیشتر میشه. هشتمین دلیل، بیماری‌های متابولیک و سندرم متابولیک. بیماری‌های مانند سندرم متابولیک ترکیبی از دیابت، فشار خون بالا و چربی بالا خطر کبد چرب را افزایش می‌دهد. نهمین دلیل، داروهای خاص. بعضی از داروهای خاص مانند داروهای ضد افسردگی، داروهای ضد التهاب میتونه منجر به کبد چرب بشه. این داروها متابولیسم چربی در کبد را مختل میکنن. دلیل، کاهش سریع وزن و سوء تغذیه. کاهش وزن ناگهانی و استفاده از رژیم‌های سخت و نادرست بدن را وادار به استفاده از چربی‌های بدن میکنه که ممکنه باعث تجمع چربی در کبد بشه. سوء تغذیه نیز در برخی موارد باعث کبد چرب میشه. نکته یا خدمتتون عرض میکنم کبد چرب در مراحل اولیه علائم خاصی نداره، اما در طول زمان میتونه منجر به التهاب کبد و حتی سیروز کبدی بشه. تغییر در سبک زندگی، ورزش منظم، رژیم غذایی سالم مهمترین راههای پیشگیری و درمان این بیماری هستند. در کلیپ های بعدی در مورد درمان کبد چرب با شما گفتگو میکنیم. ما را دنبال کنید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.